روسیه قصد دارد در پایگاه نظامی 201 خود در تاجیکستان بتالین هواپیماهای بدون سرنشین تأسیس دهد. همچنین روسیه اعلام کرده است که این پایگاه نظامی را با سیستم پرتاب موشک‌های موسوم به اورگان تامین می‌کند. کارشناسان دلیل تحکیم پایگاه روسیه در تاجیکستان را به افزایش تشنج در منطقه و تهدیدهای احتمالی از افغانستان به تاجیکستان ربط داده‌اند. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز 26 می از قول گنرال پالکونیک ولادیمیر زاترودنیتسکی فرمانده نیروهای آکروگ نظامی مرکزی روسیه خبر داد که تا آخر سال جاری در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان بتالین هواپیماهای بدون سرنشین تأسیس خواهد شد. با گفته این مقام بلندپایه نظامی روسیه، پایگاه 201 مجموعه سلاح‌های معاصری آرلند و الرون را دریافت خواهند کرد. گنرال پالکونیک ولادیمیر زاترودنیتسکی افزوده است که این هواپیماها ثمراناکی فعالیت نیروهای زمینی، ارتلریا و نیروهای هوایی را بالا خواهد برد. همزمان این مقام نظامی روسیه مشخص نگفته است که شماره هواپیماهای بدون سرنشین در این پایگاه چقدر خواهد بود. در همین حال ویکتور لیتوفکین کارشناس مسائل نظامی روسیه به رادیو آزادی گفت که در پی افزایش تهدیدهای گروه‌های تروریستی افراطگرا از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان، روسیه تلاش می‌کند پایگاه نظامی خود در این کشور را از نگاه سلاح و تجهیزات معاصر جنگی مجهز کند. وی گفت وضعیت در افغانستان ناآرام بوده. احتمال ورود گروه‌های تروریستی دولت اسلامی، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی و افراطگرا از این کشور به خاک تاجیکستان وجود دارد. این امر ممکن است به برهم خوردن ثبات و خونریزی در تاجیکستان منجر شود. از این لحاظ روسیه هم پایگاه 201 و هم نیروهای مسلح تاجیکستان را تحکیم می‌بخشد. با گفته لیتوفکین به این منظور روسیه در کنار تأسیس بتالین هواپیماهای بدون سرنشین به پایگاه نظامی خود در تاجیکستان سیستم پرتاب موشک‌های موسوم به اورگان را انتقال خواهد کرد. این سیستم جنگی همه گونه هدف را در مسافه‌های 35 کیلومتر نابود ساخته و به دلیل قدرت بلند مانور داشتن و زود به حالت جنگ درآمدن این سیستم برای تاجیکستان کوهستانی مطابق بوده است. پایگاه 201 روسیه بزرگترین واحد خشکگرد نظامی روسیه در خارج از آن می باشد که حدود 7000 نظامی را در بر میگیرد. اما سالهای اخیر روسیه تعداد سربازانش را در این پایگاه در تاجیکستان کمتر کرده است. از جمله سال 2015 روسیه نیرو و تجهیزات نظامیش را از منطقه کولا بیرون کشیده در رزمایشگاه لاهور در حدود ناحیه رودکی جایگیر نمود. این پایگاه تا سال 2042 حق دارد در تاجیکستان بماند. در حال حاضر این پایگاه در شهرهای دوشنبه و قرغانتپه مستقر می باشند.